تصور کن که یک صبح از خواب میخیزی و میبینی که هیچ کسی غیر از خودت در دنیا نیست و تو صاحب تمام ثروت روی زمین شده ای. آن روز چه لباسی میپوشی، چه جواهرات هایی را در خود میآفیزی، با چه ماشین های سیر میکنی، کدام خانه ها را برای زندگی انتخاب میکنی. شاید نیست یک روز از این همه ثروت به وجه بیایی، اما کم کم میفهمی که حقیقت چیست. روزهایی بود که میخواستی در اینستاگرام و دیگر سایت ها عکس و نوار خود را بگذاری تا اینکه انسان ها لایک گذارن و چقدر هم هوا بلندی میکردی. به تمام شهرها رفته برای نمایش دادن خود را در اینستاگرام به خاطر لایک چقدر سعی و کوشش میکردی. و حتی هم بگیم چقدر انسانها را با این زبان زهر مانندت رنجانده ای. اما این روز خواهی فهمید که انسانها چقدر با ارزشن. وقتی هیچ کسی نیست که احساسات را با او تقسیم کنی، لباس نوت را ببیند، برای ماشینت ذوق کند، با تو به گردش رود، کنارت طعام خورد، همه این داشته هایت برایت بی ارزش می شوند. دیگر رانندگی با ماشین های ارزان و یا گران فرقی ندارد. خانه چند قبطه یا عادی برایت یک می شود. جواهرات هایی که در گردن و دسته هایت آویزان می کنی تو را خوشحال نخواهند کرد و حتی اینستاگرام و دیگر سایت های هم تو را خوشحال نمی کنند. همه اسباب شادی هست اما هیچ کدامش شادت نمی کنند، چون کسی نیست که شادیت را به او تقسیم کنی. آن وقت میفهمی که وجود آدم ها چقدر با ارزش است. میفهمی که هر چیزی کوچک و ساده با دیگران بزرگ و با ارزش است. شاید حاضر باشی تمام دنیا را دهی تا آدم ها دوباره کنارت برگردن، ولی افسوس آن روز نمیتوانی، زیرا خداوند همه را به نزد خود برده است و این چنین تو را هم خواهد برد. هدف از این سخنهای دکتر قمشه‌ای به آن خاطر بود که امروز مردمانی هستند که برای شهرت پیدا کردن خود را در سایت‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام آنچنان بی آبرو و بی ارزش کردند که حتی رخت خوابهای خود را به نمایش می‌گذارند و حتی بدن خود را به نمایش می‌گذارند. دکتر قمشه‌ای میگوید این شخص‌ها زمان می‌شود که مثل سگ کوچه‌گرد بی ارزش خواهند شد، زیرا آهسته آهسته مردم از اینترنت دل سرد می شود و می خواهند به مثل اول در کوه و دشت و در خانه های ساده عمر به سر ببرند، زیرا می فهمند که 95% مرگ و میر در دنیا سببی اصلی ایشان اینترنت است و ضرر جدی آن در بدن انسان. سلامتی انسان را 95% را اینترنت خراب خواهد کرد. آهسته آهسته مردم به این سخنها اطلاع پیدا خواهند کرد و همگی از اینترنت روی گردان خواهند شد. روبرت الکسی در سال 1999 در یکی از مجلس ها گفت زمانی می شود که مردم از اینترنت سخت دلگیر خواهند شد و الخصوص شخصانی که به خاطر شهرت پیدا کردن در دیگر سایت های اجتماعی خود را به نمایش می گذارند. البته هدف از آن سایت های اینستاگرام و دیگر سایت هایی که به تبلیغ هستند بود. دکتر الکسی رابرت میگوید مردم آهسته آهسته درک خواهند کرد که اینترنت چقدر ضررهای سخت در سلامتی انسان دارد و آن را آهسته آهسته قطع خواهند کرد. البته در اولین مرحله برای بسیاری ها خیلی دشوار است. زمانی که مرگ پدر و مادر و فرزندان خود را میبینند کوشش میکنند که اینترنت را همچون زهر پندارند و از آن دوری جویند. بسیاری از شخصان الخصوص ثروتمندان در کوه و در بیابانها عمر به سر میبرند تا از این موجه هایی که اینترنت در بر دارد محافظ شوند، دور باشند تا در سلامتی انسان ضرری نرساند. وای بر حال کسانی که امروز به خاطر شهرت پیدا کردن بدنها و رخت خواب خود را به نمایش میگذارند.
روزی می شود که به قدر سگ بیقدر خواهند شد، زیرا آنها سبب شدند که مردم زیادتر به اینترنت و دیگر کارها دلبستگی داشته باشند، ولی روزی می شود مثل سگ کوچگرد بیقدر خواهند شد. رابرت الکسی، سال 1999.